خدایا ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز می کنم. حضوری که آشکار است در درختان و در برگهایشان، در انبار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان، در هوای دلنواز این روزها، در نعمتهای بیکرانت، در لحظه لحظه های زندگیم. پروردگارا، بار الها، خدایا، از تو سپاسگزارم برای یک صبح زیبای دیگر با ترنم دلنشین پرندگانت. پروردگارا، شکر برای یک روز دیگر، شکر برای سلامتی جسم و جانم، شکر و هزاران شکر برای وجود ارزشمند عزیزانم. پروردگارا، خدایا، عزیزم، سپاس میگویم تو را که زندگیم را خوب پیش میبری. سازم کوک و صبحم قشنگ و شبم آرام است. قلبی شکرگزار دارم و پر از عشق و یک دنیا دوست با دنیایی از مهر. همین دوستانی که دلشان دریا و مهرشان پاینده است. دلم میخواهد بدانند که دوستشان می‌دارم. خدایا، شکر که دارمشان. خوشبختی یعنی همین، به همین سادگی. خدایا، خودت نگهدارشان باش. پروردگارا، بار الها، در هر ثانیه‌ای که می‌گذرد بیشمار نعمتها بر من ارزانی کردی. تپش قلب، دم و بازدم، دیدن، شنیدن، لمس کردن، نبض زدنها، پلک زدنها، فکر کردنها، نعمتهای بیشماری که از شمردن آن ناتوانم. و من چقدر بی تفاوت می‌گذرم و مدام از نداشته هایم پیش تو گله و شکایت می‌کنم. پروردگارا، برای ناشکری ها و کم طاقتی هایم، برای فراموشکاری ها و بی‌توجهی هایم مرا عفو کن. خدایا، به دل مگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز می ایستد و کم می آورم در برابر بزرگیت. ای مهربان ترین مهربانان، بهترین ها را برای ما مقدور فرما. آمین. پروردگارا، بار الها، خدایا، از خیمگاه رحمتت بیرونمان مکن. از آستان مهرت نومیدمان مساز. آرزوها و انتظارهای ما را به حرمان مکشان. از درگاه خویشت ما را مران ای خدای مهربان. پروردگارا، خدایا، ای خدای خوب من، چگونه ناامید باشم در حالی که تو امید منی؟ چگونه سستی بگیرم، چگونه خواری پذیرم که تو تکیهگاه منی؟ ای آنکه با کمال زیبایی ها و نورانیت خویش آنچنان تجلی کرده ای که عظمتت بر تمامی ما سایه افکنده است. هرگز نگاهت را از ما مگیر ای خدای مهربانم. دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند از من و تو. همه آنچه از منیت در من است را از من بگیر و از من بگیر از الطاف بیپایان خودت. چنان همیشه که بخشیده ای مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم است و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خویش که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. پروردگارا، مهربانا، هزاران بار شکر که در کنار منی و قرار و آرام دل منی. جز تو چه جویم و جز تو که را خوانم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا، لحظاتمان را قرین رحمت و مهربانی کن و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاست. خدایا،
نمیدانم گاهی کجای دنیا گمت میکنم، در هیاهوی بازار، در خستگیهایم، در وسوسه های نفسم. نمیدانم، اما گاهی تو را گم میکنم، مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده و به تماشای عروسکی مشغول است. بعد میبیند مادرش نیست و یک عروسک او را خوشحال نمیکند. به کودکیم بنگر، هرچند خودم تو را گم میکنم، اما تو باز پیدایم کن. پروردگارا، عزیزم، خدایا، به تو پناه میبرم از این که در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که در اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا، سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران. شرم دارم از این که محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا، تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم و بعد دیگران. پروردگارا، عزیزم، خدایا، مهربانا، نورت را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم. برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدایا، دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید دستی بگیریم. نگاه مهربانت را از ما دریغ نکن تا یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق به انسانها. خدایا، تو رهایم مکن. تو را غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم. تو را بخشنده پنداشتم و گناهکار شدم. تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم بازگشتم. تو را گرم دیدم و در سردترین لحظاتت به سراغت آمدم. تو مرا چه دیدی که این همه وفادار ماندی؟ نه آنقدر پاکم که کمکم کنی و نه آنقدر که بدم که رهایم کنی. میان این دو گم شده‌ام و هم خود را و هم تو را آزار می‌دهم. شاید نتوانستم آنی باشم که تو خواستی، اما هرگز دوست ندارم که آنی باشم که تو رهایم کنی. گاهی حجم دنیای درونم از وجودت تهی می شود. آن وقت من میمانم و تنهایی و ترسها و دردها و امیدهایم به یک آرزوی دور از دسترس. تنها نور وجود توست که دلم را آرام نگاه می‌دارد. پروردگارا، خدایا، بار الها، خودت خوب می‌دانی در ثانیه‌های ناامیدی پاهایم از حرکت می‌ایستند و دلم از خواستن تهی می‌شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدایا، تا تو را دارم و دلی که صدایت میزند ناامید نخواهم شد و میدانم که همین روزها مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربان من، میدانم که تو فراموشم نکرده ای و همین روزها باز هم مات و مبهوت تمام نشانه هایت می شود. نشانه هایی که آرام می کنند دلم را. خدایا، من صدایت می زنم چرا که جز خودت هیچ کس را گشای مشکلاتم نمی داند. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به دیدنت و بودنت، یقینی که آرامم می کند، یقینی که باور دارم خدایم رهایم نخواهد کرد. ای خدای خوبم، من بهترین درس‌ها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی‌اش یک ایمان است و در نهایت حلاوت شیرینی دارد و خویشتن‌داری یک عبادت. فهمیدم ناکامی به معنای تغییر است، نه شکست، و خندیدن یک نیایش است. خدایا، و انتقال حال خوب به دیگران عبادت است
جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق تو نمیتوان زندگی کرد و دریافتم که همه چیز به دست ذات مقدس توست. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. خدایا، پروردگارا، ای دوست، من در صبحی زیبا یادت می کنم تا همه لحظاتت چون روز باشد و همه روزهایت به زیبای تابلوی هزار رنگ. امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، او که عشق را آفرید تا یادمان باشد که کسی هست برای پرستیدن. ایمان بیاورید به پرواز یک پرنده، به تغییر یک فصل، به یک آواز پرنده، به لبخند رهگذر، به گرمای یک دست، به حضور یک دوست و ایمان بیاوریم به عشق و به خدایی که همیشه با ماست. ممنونم که کنار من بودی و در شکرگزاری ها همراه شدی. عزیز دلم، لایک و سابسکرایب یادت نره و زنگوله کنار صفحه رو فعال کن که هرگاه سپاسگزاری جدیدی گذاشتم مطلع بشی. تا درودی دیگر، بدرود.